این الان شیر بخاری پیکانه که همونطور که داریم میبینیم از این قسمت بالا نشت آب داره و آب چکه میکنه پایین و نیاز به تعویض داره. برای باز کردنش اول 2 شلنگی که الان نشون میدم رو باز میکنیم. این سیم هم اگه وصله، اینجا یه سیم هستش برای باز و بس کردن شیر بخاری. اول این سیم رو باید جدا کنیم که توی این ماشین نداره. شیر بخاری وقتی از سمت کاپوت بریم میشه این قسمت که این 2 شلنگ بهش وصله و برای باز کردن شیر بخاری باید این 2 شلنگ رو باز کنیم. این شلنگ و این شلنگ زیریش. اگه این شلنگ به این صورت ترک داره نیاز به تعویض داره. بعد اینکه اون شلنگ رو باز کردیم این بسته این قسمت رو باز میکنیم و این شلنگ رو جدا میکنیم. بعدش 2 پیچی که یکیشون این زیر و یکی دیگه اینجا هست رو باز میکنیم. بعد باز کردن همه اون قسمت هایی که گفتم به این صورت رادیات بخاری رو میکشیم تا در بیاد. الان جدا شده. اول یکم اون سمتی میکشیم بعد میکشیم سمت عقب به این صورت. اسب شیر بخاری هم اول از همه این قسمت باید اورینگش رو قرار بدیم. این اورینگ میذاریمش روی این قسمت به این صورت. قبلش هم جاشو تمیز کنیم. بعد شیر بخاری جدید رو اول قسمت فلزیش رو از داخل این سوراخ رد میکنیم. به این صورت. بعد اینو سر جاش قرار میدین و پیچاشو میبندیم. بعد بستن پیچا این شلنگ رو جا میزنیم. الان این شلنگ رو بسته همه رو وصل کردم. اگه ماشین شما این سیمش سالمه، این یکی این الان مشکل داره، این قسمت هم جا بزنین و یکی دیگه هم به اینجا وصل میشه، جا بزنین و استفاده کنین. به اینجا اشتباه گفتم، به این قسمت وصل میشه. بعد از اینکه رادیات بخاری رو از داخل پیچاشو صفر کردیم و کامل بستیم، این 2 شلنگ رو جا میزنیم. این هم از اتمام کار. حتما بعد از اتمام کار چک کنین که نشتی نباشه. ماشین رو روشن کنین و چک کنین. این هم از این قسمتش. تموم.